ادای نماز عید قربان رئیس جمهور محمد اشرف غنی احمد ظاهر و سایر سیاستمداران پشت قهرمان ارتش. ادای نماز عید پشت این قهرمان ارتش از بهترین کارهایی بود که مقامهای ارگ انجام دادند. این نماز عید با وجود اصابت چندین راکت در اطراف ارگ ریاست جمهوری و ترسیدن برخی از اشتراک کنندگان، شجاعت، دلیری و مردانگی رئیس جمهور محمد اشرف غنی احمد ظاهر و سایر سیاستمداران را به نمایش گذاشت. پیام این نماز واضح است: ما پشت این قهرمانان ایستاده ایم و به راهشان که دفاع از وطن و میهن است ادامه می‌دهیم.